پس از پاکسازی منطقه المیدان و کشته و زخمی یا بازداشت شدن صدها فرد مسلح، عملیات ارتش سوریه در منطقه قابون و زینبیه در حومه پایتخت و برخورد با گروه‌های مسلح همچنان ادامه دارد. بخش عمده‌ای از منطقه سیده زینب پاکسازی شده، اما رفت آمد در خیابان‌های مقابل حرم مطهر در حد اقل است. اگرچه منطقه سیده زینب در یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های سنگین بوده، اما به حمدالله حرم با صفای حضرت زینب کبری سلام الله علیها در این درگیری‌ها تاکنون آسیبی ندیده. این شهروند سوری هم از حمله 200 فرد مسلح به یک پایگاه انتظامی و کشتن بیش از 50 نیروی ارتش میگوید. از حرم مطهر به سمت کوچه‌های پشت حرکت می‌کنیم. ده‌ها هتل و میهمانپذیر در این منطقه میزبان هزاران نفر از اعضای خانواده‌هایی شده است که گروه‌های مسلح آنها را از منازلشان در دیگر محله‌های سیده زینب آواره کردند. مسلحین معروف به ارتش آزاد ما را آواره کردند. اطراف خانه‌هایمان تک تیراندازان آنها ما را هدف قرار می‌دادند. حتی نگذاشتند وسایل زندگیمون رو با خودمون بیاوریم. کمبود مواد غذایی در نخستین روز ماه مبارک رمضان برای این خانواده‌ها علاوه بر آوارگی مزید بر علت شده است. گروه‌های مسلح علاوه بر سوری‌ها به هیچ یک از افراد مقیم در سیده زینب رحم نمی‌کنند. ریختن خونه‌مون خراب کردن، سر همه اسباب خونه‌مون آتش زدن. دیگه از محل خونه‌مون انداختن ما رو بیرون، ما اومدیم دور حرم، فقط همین منطقه مونده. کجا بریم؟ چیکار کنیم؟ از پشت حرم حضرت زینب سلام الله علیها به سمت منطقه دیابیه آمدیم و با گروهی از نیروهای ارتش سوریه و حفظ نظام همراه شدیم که قصد پاکسازی این منطقه رو دارند. اینجا ورودی منطقه دیابیه است. فرمانده مستقر در این منطقه از وجود تک‌تیراندازان در ساختمان‌های بلند میگوید. افراد مسلح از دیابیه به طور گسترده تیراندازی می‌کنند. در این منطقه افراد مسلح و تک‌تیراندازها مستقر هستند و شماری از نیروهای ما را هدف قرار دادند. در سمت چپ ما منطقه دیابیه هست و جاده فرودگاه دمشق. همونطور که می‌بینید نیروهای ارتش سوریه و گروه‌های مسلح در این منطقه همچنان با هم درگیر هستند. ربودن و کشتن افراد از دیگر اقدامات گروه‌های مسلح در این منطقه است. این پیرمرد عراقی میگوید ساعتی پیش افراد مسلح پسرش را ربودند و دقایقی بعد اعلام کردند میتواند جسدش را در خیابان ببیند. با وجود این اقدامات نیروهای ارتش و حفظ نظام سوری با روحیه‌ای بالا به مقابله با گروه‌های مسلح میپردازند. حسن شمشادی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، منطقه سیده زینب، حومه دمشق.